آماده تا داستان حماسی از تدبیر و احترامی را بشنوید که امپراتوری بزرگی را رقم زد؟ کوتاه مکث کنید. کرزوس، پادشاه ثروتمند لیدیه، زمزمه‌های شهرت و قدرت روزافزون کوروش کبیر را شنید. او با این باور که می‌تواند کوروش را در هم بشکند، جنگی را آغاز کرد. اما کوروش که همواره یک استراتژیست زیرک بود، ابتدا صلح را پیشنهاد داد. کرزوس با برداشت ضعف از این عمل به کوروش توهین کرد و با سپاهش به پیشروی پرداخت. در نبردی که رخ داد، تدابیر هوشمندانه و نیروهای قدرتمند کوروش بر کرزوس غلبه کردند. لیدیه سقوط کرد و کرزوس به اسارت درآمد. با این حال داستان کوروش به اینجا ختم نشد. کوروش با نشان دادن رهبری حقیقی با کرزوس با احترام رفتار کرد و او را به دربار خود دعوت نمود تا به عنوان مشاور خدمت کند. این عمل دیپلماتیک و احترام آمیز میراثی ماندگار بر جای گذاشت. کوروش کبیر نه تنها امپراتوری بزرگی را بنا نهاد، بلکه الگویی پایدار از رهبری و انسانیت را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت. برای شنیدن داستان‌های حماسی بیشتری از بزرگترین رهبران تاریخ با ما همراه باشید.